سلام و درود خدمت تمام اعضای گل کانال و بچه های گل یوتیوب و کسایی که تازه کانال ما رو ساب میکنند. امروز اومدیم با بحث ترانزیستور و اینکه تشریح سیم ها و کارکرد و نحوه دو مدل کار ترانزیستور و ترانزیستور برق باتری DC و اینکه ترانزیستور معمولی AC برق مستقیم برق بوبین هست. برق DC برق بوبین است که برقش رو از بوبین موتور میگیره، ولی برق باتری برق DC برقش رو از باتری میگیره. یعنی اینکه اگه باتری نباشه ترانزیستور هم برق نمیده. کلن برق باتری DC 12 ولت به این معنی است که باید همیشه دائم برق مثبت 12 ولت داخل ترانز باشه. و اینکه این یکی هم که مشاهده میکنید پیکاپ است، پیکاپ بوبین است که پیکاپ رو دوتا ترانزیستور یک کار میکنه. یعنی اینکه هم AC هم DC پیکاپ برق دوتا رو تأمین میکنه. یعنی اینکه فرق نداره برق باتریشو یا اینکه فقط اینا مدل فرق میکنه، ولتاژشون بالا پایینه. این یکی برای هوندا معمولی است. و اینکه چند مدل پیکاپ هست. پیکاپ ها مدل ها زیادی دارن. سیم جلو هست، برق باتری، برق انجکتورش هست، بوبین روغنیش فرق میکنه. اینکه این یک مدل هست که این مدل واسه مدل های بوبین های قدیمی تر استفاده میشه. سیم جلو است و با تمام پیکاپ ها فرق میکنه. این یه مدل. این هم یک مدل دیگه که سیماش از پشت میره و ساختارش هم فرق میکنه. اینا ولتاژشون اوهمی که میدن بالا پایینه. یعنی سیم پیچی که داخلشون هست برق رو به ترانزیستور میرسونن. مثلا یکی برق بیشتر میده یکی کمتر میده. این دو مدل که مشاهده کردید. و اینکه اینم یک مدل دیگه که بزرگتر هست و اینم هوندایی هست. اینا پیکاپا یه دونه سیم پیچ داخلش هست و اینکه یه دونه آهنربا هم داخل پیکاپ هست که روی سیم پیچ قرار میگیره. و اینکه پیکاپ هم 2 سیم داره. یه دونه سبز خط سفید که منفی بدنه است و یه دونه آبی خط سفید که در جلوتر میبینید که به ترانز وصل میشه و نحوه کارکردش رو واسهتون الان میذارم. این هم یه مدل دیگه. و این پیکاپ با اینا فرق داره. این یکی برای موتورهای انجکتور هست، مثل تریل ها، موتورهای هوندا که انجکتور جدید اومدن. کلن فرق داره ساختارش با پیکاپ های کاربراتوری. فرقش خیلی زیاده. تو سیم پیچش بزرگتره، کلن
خیلی فرق دارن. و اینکه رنگ سیما هم فرق داره. رنگ سیماش هم مشکی خط قهوه‌ای هست دوتاش و یه برق بیشتری به ACU میرسونه. خب این بحث پیکاپ بود. و اینکه حالا بریم بحث ترانزیستورها. این یکی ترانزیستور آسی هست. آسی به معنای این است که برقش رو از خود بوبین میگیره، یعنی اینکه باتری هم روی موتور باشه یا نباشه فرقی نداره، برق خودش رو به سر شمع و کوئل میرسونه. یه شکل ظاهری کوچیک‌تر داره نسبت به برق باتری. برق باتری خیلی بزرگتره و 3 برابر ترانزیستور آسی می باشد. الان فرقش رو میتونید شما از اینجا ببینید، خیلی فرق دارن، یعنی دقیق 3 برابر ترانزیستورهای معمولی است. و اینکه ترانزیستور دیسی که گفتم برقشو از باتری دام میگیره. الان وسط رو نصب میکنم که ببینید نحوه کار کردشو. خب بریم سر سیم بندی. ما اینجا 5 تا سیم داریم. اولی که میشه سبز. سیم سبز منفی بدنه هست. سیم سبز منفی دام بدنه می باشد. و اینکه سیم آبی خط زرد داخل ترانس، سیم آبی خط سفید پیکاپ نصب میشه روش. و اینکه برق ترانزیستور رو همین پیکاپ میده و قطع و وصل میکنه. یه زبانه روی فلک برق هست، الان فلک اینجا ندارم که نشونتون بدم و ویدیو جلوتر واسهتون میذارم. خب این دوتا، یکی شد منفی بدنه، یکی شد سیم آبی خط زرد که از پیکاپ میاد واسه ترانس. و اینکه یکی دیگه هست که مشکی خط زرد هست. مشکی خط زرد میره واسه فیش کوئل. این مشکی خط زرد فیش کوئل می باشد که برق کوئل رو تامین میکنه. و اینکه داخل ترانزیستورهای آسی مشکی خط زرد برق مثبت می باشد، یعنی اینکه برق مثبت به کوئل میرسونه. ولی داخل ترانزیستورها برق باتری برعکس است، یعنی اینکه مشکی خط زرد منفی است، منفی کوئل رو میرسونه و جلوتر واسهتون میگم که چجوریه. خب اینم از ترانزیستور آسیمون که برق دامش رو از بوبین میگیره. 3 تا سیمش که یکی شد سبز که منفی دام هست، آبی خط زرد سیم پیکاپ وصل میشه بهش، به این که مشکی خط زرد مثبت کوئل. و اینجا 2 تا سیم دیگه که سوکت دوتایی می باشد، مشکی خط قرمز سیم برقی هست که از بوبین میاد واسه ترانس. مشکی خط قرمز برقی که از بوبین میاد داخل ترانس. خب اینم برق ترانسمون. و اینکه یه دونه دیگه سیم داریم مشکی خط سفید که میشه سیم سویچمون، که وقتی شما سویچو میبندید این سیمه که
برق ترانس رو قطع میکنه و موتور خاموش میشه. و حواستون باشه موقع موتور روشنه دستتون رو این نخوره، برق داره و برق میگیرتون و برق خیلی قوی هم داره، خطرناکه. بدون آگاهی لطفاً دست به برق بوبین نزنید، چون برق خیلی ولتاژ بالایی داره، 300-400 ولت برق میده و خیلی خطرناکه. خب این باز برق بوبین بود، آسی. خب اینو کنار بذاریم، بریم سراغ ترانزیستور برق باتری 12 ولتمون. این هم رنگ بندی سیما همون هست، یعنی هیچ تفاوتی نداره. سیم سبز داره، سیم مشکی خط قرمز داره، آبی یه دست داره که آبی کاملش میشه همون سیم پیکاپ. و اینکه اینجا که گفتیم بس مشکی خط زرد داخل برق باتری برعکس میشه چجوریه؟ کوئل های آسی، کوئل های ترانزیستور های آسی تکفیش هستند، یعنی منفیشون رو از بدنه میگیرند و برقشون رو از ترانزیستور. ولی کوئل های دی سی برقشون رو از مثبت باتری میگیره و برق کوئل هم همینجور. کوئل ها این الان واسه موتور سنگینه که برق 2 خانه رو میده، 2 داره، اینکه یه منفی داره یه مثبت. این سیم مثبتشه و این منفیه. منفیش که میشه منفی از ترانز واسش میاد، یعنی اینکه از اونجایی که برق آسیمون مشکی خط زرد برق کوئل هست، اینجا برعکس میشه، یعنی اینکه ترانزیستور برق باتری مشکی خط زردمون میشه منفی کوئل، یعنی اینکه دیگه کوئل منفی از بدنه نمیگیره، منفی رو از ترانزیستور میگیره و یه دونه مثبت دائم هم از باتری میگیره، یعنی برق داخل کوئل هست کامل. داخل سیم پیچ ثانویه کوئل برق هست. و اینکه کوئل برق باتری ترانس برق کوئل رو قطع و وصل میکنه که باعث جرقه زدن سر شمع میشه و من الان واسهتون نصب میکنم و شما میبینی که نحوه کارکردش چجوریه و هم که آشنایی بیشتر داشته باشید با ترانزیستور برق باتری که نحوه کارکردش رو ببینید. خب سیم این مثبت باتریمون هست. مثبت باتری یه دونه میاد واسه مثبت کوئل. من این سیمو بس کنم. مثبت کوئل یعنی این سیم الان یه دونه مثبت میدیم داخل کوئل که برق مثبت داخل کوئل هست و اینکه منفی کوئل میاد واسه مشکی خط زرد ترانزیستور برق باتریمون. خب این از این. الان برق کوئلمون وصله، اینکه مثبت دائم داخلشه و منفیش هم از ترانس میگیره و اونجا گفتیم که برق آسی مشکی خط زرد برق کوئل هست، برق مستقیم کوئل هست، ولی واسه اینجا برعکس میشه منفی کوئل رو قطع و وصل میکنه. خب سیم
سبزم که میشه منفی دام. و اینکه من اینجا سیم سبز پیکابم میدم به سیم سبز ترانس و اینکه میره واسه منفی باتری، یا اینکه منفی سیم کشی یا بدنه، فرقی نداره، باید منفی باشه. خب اینم از این. خب از اینجا هم که گفتیم سیم آبی خط سفید پیکاپ میاد واسه آبی ترانزیستور. خب این از این. الان ما پیکاپمون هم وصله رو ترانزیستور و اینکه الان پیکاپمون وصله رو ترانزیستور. خب حالا ترانزیستور برق باتری گفتیم که برق دام داخلشه. اینکه مشکی خط قرمز میره واسه مثبت کوئل، مثبت یا کوئل یا باتری، چون دوتاشون برقن، فرقی نداره. الان ما وصلش کردیم به مثبت باتری و کوئل، فرقی نداره، دوتاشون برقن، برق 12 ولت هست. الان ما مدار ترانزیستور دی سی مون بسته. خب من اینجا فعلا برق رو قطع کنم تا یه منفی بدم به سر شمعمون که واسه شما تست کنم و نحوه جرقه زنی رو مشاهده کنید. خب منفی خب اینجا الان مدارمون وصله، مدار، و اینکه با یه آهنی یه چیزی ما ضربه این فلک برقی زبانه داره، موقعی که میچرخه یه شوکی به پیکاپ میده که برق سر شمع تولید کنه. و اینکه ما یه آهنی یا هر چیزی ضربه بزنیم سر شمع برق میده. الان سر شمع ما داره برق تولید میکنه. و این که ما کوئلمون گفتیم واسه موتور سنگین هست، 2 تا خانه برق میده و 2 تا شمع الان دارن جرقه میزنن. ما نورو کم میکنم که بهتر معلوم بشه. و اینکه ما الان یه دونه میخ خم کردیم به جای چکش برق، یا اینکه همون کار فلک برق واسمون انجام بده. و سر پیشگوشتی شارژی زدیم که میچرخه واسه شمع برق تولید کنه. و من الان میچرخونم، شما ببینید. بذار سیما
و اینکه شم داره الان جرقه میزنه. این چرخ میخوره جلو پیکا و من میبرم اونور که شما جرقه شما رو مشاهده کنید. دیگه هرچی دور موتور بره بالاتر جرقه شما هم بیشتر میشه و اینکه هرچی دور موتور پایین تر بیاد جرقه شما هم پایین تره. خب دوستان عزیز، این شد مدار برق باتریمون. برق باتری چیزی نداره زیاد، ترانزیستورش خیلی راحت‌تر نصبش تا مثلا آسی هم کاری نداره، ولی خب مثلا بعضیا که تجربهشون ندارن میتونن روی این فیلم ببینن و همینجوری نصب کنن. و اینکه با ترانزیستور برق باتری قدرت برقش خیلی بیشتره نسبت به آسی و چون برقشو از باتری میگیره، شما هرچی باتریتون قوی تر باشه برق سر شمعتون بیشتر و قوی تر میشه و شما میتونید واسه تقویت موتورتون، تقویت برقتون، ترانزیستور دیسی رو نصب کنید. کاری هم نداره، راحت. قیمتشون هم هلوش و 600 تومنه برق باتری. و اینکه خیلی بهتره نسبت به آسی. فرقشون هم شما همینجا میتونید ببینید، کلن خیلی بزرگتره، تو کار کردم خیلی تاثیر داره. و اینکه اینا هم جنس خوب و بد داره. من جنسی که گرفتم تکنوه، حالا تکنو نسبت به بقیه کمی بهتره. خب دوستان، سوالی چیزی بود داخل کامنت ها بنویسید، من پاسخ میدم. هر سوالی چیزی هم داشتید در مورد برقی موتور و اینکه آموزش هر چی که خواستید بگید تا من دوستتون بذارم و کانال ما رو هم دنبال کنید، ساب کنید تا آموزش های بیشتری واسهتون در آینده بذارم. خدا یار و نگهدار همگی. یا حق.